خوش اومدید به مملیجات شو. توی این برنامه یوتیوبمون میخوایم که نخندید دوستان. پر انرژی تر مملیجات شنیده بودیم، شو نشد. مملیجات شو قراره یه مدل حالا بازیایی با دوستان داشته باشیم، یه سوالایی در مورد کادوها بپرسیم، چیزایی که همه حالا واسهشون اتفاق افتاده. سوالا شخصی نیست ولی خب عمومی هم نیست. نمیدونم سوالا چیه. فریه. سوالا رو نوشتم واسه من قراره بپرسم. خب آقا به ترتیب آقایون، از امیر آقا، از سعید آقا. دست کدومه بلند بود؟ از سعیده. از سعید. معرفی اسم، فقط اسمو بگو. آقا مستر نویکسیم، مقلب سعید نویپور. لقبم گفتم اسمم. مرسی. 22 ساله قم. دانیال هستم. به نام خدا هستم. تمام شد. نه این میکروفون مال شماست. به نام خدا. من میکروفون دارم. من چون یه ذره متفاوتم دوست دارم اینجوری بره بعد من. باش. نخند. امیر حسین. منم حسین قاسمی هستم. حسین صدا میکنم. از این ور خب شما که نخودی هستی ولی خب معرفی کن خودت. نسرینم. نسرین خانم. حدیث هستم. حدیث هستم. ماریا هستم. ماریا خانم. ماهده هستم. ما هممون علیم. خب آقا سوالا رو از خانوما شروع میکنم با آقایون، حالا ست بعدی از آقایون شروع میکنم با خانوما. خب از ماهده خانم سوال اول. آقا قرار اول آشنایی با یکی، داری میری دیت، توقع داری تو اون قرار اول اون شخص دست پر بیاد، یعنی با گل بیاد یا کادو بیاد؟ نه همونجوری وظیفش نیست کاری کنه، یعنی انجام بده، ولی ترجیحاً باید با یه شاخه گلی، دو شاخه گلی. باریکلا! باریکلا! گفتم الان میگه دیت اول چیزی نیاره کنسله. خب پس این نظر شما. خیلی عالی، بچه‌ها ماشاءالله بذارم خیلی موافقم. ماریا خانوم. خیلی مهم نیست واسم. باریکلا! خب شما؟ هیچی هم نباشه. باریکلا! داستان تحویل بگیر. ولی من انتظار گل دارم ازش. بلند شو برو بیرون. انتظار چی گفت؟ گل. گل چی؟ گل قشنگه. من خودم گل چی؟ قرارهایی که میرفتم. یه لحظه صبر کن. ببخشید استاد. گل چی؟ هر گلی که شد. هر گلی؟ بله هر گلی. هر گلی. هر گلی. هر گلی 4 تا گل اینجا نشسته. خب قشنگ. 4 تا گل اینجا نشسته، خودشون میتونن تعریف. خب پس توقع گل. حالا از آقایون میپرسم. خانم نخودی صحبت نمی‌کنه. نه خانم نخودی کاوره. کاوره. ایشون کاوره. ایشون تو جایگاه خودش میدونه کجا باید صحبت کنه. بله. من میتونم قبل اینکه داداش بزرگ ما صحبت کنه یه جمله بگم؟ قبل برنامه هماهنگ کردی باشون؟ نه. پس اینا زیاد تو یوتیوب میچرخن. چرا؟ گفتن الان ما میایم میگیم که این یهو اینا هم سرزبون دارن، یهو یه سری چیزا میگن بذار بگیم گل اینا تشویق کنن ما. نه سوالایی که حالا بقیه بچه‌ها یوتیوبرها گرفتن ما نمیگیریم. همه ماشاءالله میدونی که به افتخار آقای مملیجات شو. ما کلا یه سبک جدید رو میخوایم نوآوری بکنیم. امیر آقا تو قرار اول میری دوست داری چجوری بری؟ دوست داری واقعا یه کادو یه چیزی بگیری گلی یا نه؟ والا کادو گرفتن که نشوننده شخصیت آدمه که دونه گل حداقل بگیره ببری. بذار من پارتو من به افتخاره. بذار من پارتو ببوسم. شاید یه سری پسرا مثلا خیلی بخوای واسه دختر هزینه کنی بگن طرف فلان و بساره، ولی خب من خودم شخصا همیشه اولویت و شخصیت خودم قرار میدم، مثلا برام طرف مقابل مهم نیست. یعنی یه جور میگیرم تو رابطه که حتی بعد از چند سال با طرف دیگه نبودم اگر اسمم اومد منو به خوبی یاد کنه. حالا بذار من دستتو ببوسم. بابا تو چقدر خوبی. چقدر خوبی. خب میریم دانیال.
چیز میده زوزنه. تو نظرت چیه دانیال؟ خیلی موافقم. علتش هم اینه که کادو دادن یکی از چیزاییه که باعث یادگاری و یه خاطره خیلی خوشگل برای شخص میشه. حالا چه تو اول رابطه چه بینش، به هر بیدلیلی شما برای یه نفر یه کادویی بگیری اندازه همون یه دونه شاخه گل باعث میشه که خیلی انرژی بگیره و اون روزش خیلی خوب. احسن برای دیت دوم. صدای دستا کمه، یکی دیگه. سعید الان دروغ بگه لو میره. من میگم دیگه اگه دروغ بگه. من میگم ایشون دیت اول میخره که بره دیت دوم، من دیت اول نمیخرم که ببینم میره دیت دوم یا نه. سوسماس. ولی خب حالا من یه چی بگم. حالا حسین، نوبت حسین ها. من خودم به شخصه میگم خیلی حرکت قشنگیه. چون کارم حالا کادوییه، نمیگم بیاد از من کادو بخرید، حتی یه شاخه گل ازش بخرید. تو اون قرار اول یه صحنه یا تو ذهن طرف میسازی تا 100 تا قرار دیگه شاید باش بری بیرون قرارها رو یادش نباشه. ولی تو اون قرار اول خیلی دخترها اون نکته‌های ریز رو نگاه میکنن که آقا طرف چجوری برخورد میکنه، طرف با چه تیپی میاد، طرف. من خودم به شخصا میگم یه شاخه گل. میخوای بری کافه پیتزا بخوری، پیتزا نخوری. احسنت. حسین دور سرتون بگردم. من باورم نمیشه تو این جمع نشستم. اول از همه از امیر آقای تشکر ویژه میکنم بابت صحبت‌های زیباش. اسمش چی بود؟ دانیال. از آقا دانیال اسمم یادشه. ببخشید. نه اون دانیال هم که یه صدای واقعا فوق‌العاده زیبایی داره. مثلا مورمور شدن. دانیال یه سورپرایز داره واسه ما رو ببر. جدی میگی؟ نمیشه. نه میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه بطری آب میخوره. حواستون زیاد باشه. من میتونم یه جور دیگه بیان کنم. تو هر جوری دوست داری باش. تو منو باز. مپ تو A و B و Cه. ما فقط در B میاد. از اون اول شروع شد. دقیقاً از اون کتیه شروع شد. همونی که داره میخنده محمد جان. نمه نمه رفت بغل 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 رسید به کلاهی ها. الان داری میخندی یا گریه میکنی من نمیدونم، هرچی از خوبه. بنده اگه دیت برم خوب گوش کن. من اگه دیت برم دیتی میرم. اصلا دیت چیه؟ ما سن و سالمون به دیت نیست. ما همه سر قرار میرفتیم. یادمه محمد جان گوش کن. شما عقبی ها بغل بخاری ها شما خوب گوش کن. ما اون زمان که تازه گوشی گرفته بودیم شماره ها رو الکی میزدیم. محمد جان شماره رو الکی میزدیم که یه دختر جواب بده. ناگهان یه دختر جواب داد. 6 تا پسر حمله بر الو. میگفت شما پایانو باز داره. مهران مدیری هستن. ولی کلا در مورد دیت اگه صحبت کنم، دیت همون قراره دیگه، درسته؟ اونجوری نگاه نکن، نو خودی. بعد شما فقط کاوری. اگه دیت برم که نمیرم کلا کنسله، دوست دارم اون روز خوبی باشه، توی تاریخ خوب باشه که ماهگرد خواستیم بگیریم هر ماه یادمون باشه. ماهگرد بزن یه از اوناست که بگم حالا توی جمع الان برقی مشتری هم ناراحت نشن. این از اوناست که قشنگ طرف میاد تو مغازه میگه حاجی یه باکس واسم جمع کن، جمع جور. میگم تولد چیه؟ میگم بگو دیگه. میگم بگو ماهگرده. میگم بابا دوباره ماه بعد اومد گفتم دیگه تولد دیگه. گفتم خفن. گفت نه همونجوری. گفتم ماهگرده. گفت ماه سوم اومد حاجی دوباره عین ماه اولی چی؟
اینجوری نگاش کردم گفتم آجی همونه. نشه بازی نشه رسیدی 3 دوباره از اولی داری میچینی گفت نه کات کردم یکی دیگه از من دوست دارم دیت اول قرارم تو پارک باشه. خیلی عاشقانه است. قشنگه به نظر من. به یاد قدیم و رایگان. من که اصلا خونه نمیبرم. اصلا خونه نباشه کنسله. آقا تو چه حرفی تو بیاد میزنی؟ بیرون بیاد بیرون. آقا بذار من صحبتامو نکردم. شما میری تو لوکیشن من آقا لوکیشن این لوکیشن رو من زد. لوکیشن کار آقا من ندارم. اصلا لوکیشنم آقا آمریکا. ولش کن. اصلا من نذاشتی صحبت کنم. همه حواسا سمت من بود. وقتی ولی سوال دارم. تو جا کنی تو کار. آقا بچه‌ها خب من چی گفتم؟ چیز تاثیرگذاری گفتم؟ خیلی نه. داشمیر همون حرفای داشمیر. نخند. آقا این سوالی که میپرسم اون سریع بریم از خانوما دوباره شروع میکنم از این بر نخودی که چی؟ کاور داشت. نخودی کاوره ایشون کاوره خب حدیث خانم بله اینا هیچ نسبت با هم نداره. بچه‌ها حدیث خانم چرا خواهرم؟ خواهرم؟ اوه شت یکی کاور یکی بازی میکنه. بله یکی مربی یکی بازی کنه. چون هم خونن یه نفر حساب میشن دیگه. سر هم گفتن ما جوابمون یکیه آها واسه همین کاوره. دختر میدونی که خواهر همه چی واسه هم تعریف میکنن یکیه دیگه همه چیو همه چیو آقا ادامه بدیم خطرناک شد. ادامه. خانم چی بودین شما؟ حدیث حدیث. بله خب تا حالا شده کات کنی بعد بگه کادوهامو بفرست برای خودم پیش نیومده ولی برای خواهرت که کادو من کسی پس بگیرم ولی کادوشو ازم پس گرفته چی بوده؟ این مورد آره اپل واچ. گردنبند برام گرفته بود بعد دقیقا روز تولدم با هم کات کردیم کادوش هم برد با خودش طلا بوده آره دیگه داداش دیگه منم باشم میام میگیرم. یه ساعت تحمل می‌کردی خب اجام الله هر موقع گفتیم سوسماس یعنی حجاب. خب حدیث دو حدیث کوچولو. حدیث کوچولو بر منم شده. یعنی کات کردی کادوهاشو گرفته خب چجوری ازت درخواست وایسا چجوری درخواست کرد گفت کادوهامو پس بفرست سعید جان تبریک بگید. چی بوده کادو؟ رفیقش زنگ زد ای هر چی آدم میکشه از این رفیقا خدا لعنت کنه رفیقامونو. خب بعد گفتش که کادوهاشو میخواد دیگه. کادو من میام بوده؟ میگیرم. اون اومد گرفت گفتم چی من- کادو چی بوده؟ حالا لو بده چیزی نیست. یه باکس بود توش یه جفت کتونی و یه سری چیزای دیگه بود دیگه. خاک تو سرش چند کتونی سال بود؟ دخترانه به چه دردش برای میخوره؟ چند سال مثلا میذاشی تو باکسش پس می‌گیری. قشنگ منم یه سری چیزاشو برداشتم خراب کردم گذاشتم دادمش. آتیش زدم به ما. سوزوندیش دیگه قشنگ. خب شما چطور؟ نه اصلا همچین اتفاقی نیفتاد چون نه کادو دادم نه کادو گرفتم. حد تو این برنامه چیکار میکنی؟ نخودی دو هم اضافه شد بله اینجاشو سانسور میکنی؟ چی شد؟ آره؟ نه خب شما چطور؟ آره شده کادومو پس گرفتم کادوشو پس گرفتی؟ کادوشو پس گرفته آخه به کسی کادو میدن که لیاقت داشته باشه چی داده نه بودی؟ آدمی که لیاقت چی نداره. داده بودی؟ گردنی بود گردنی نه بدل یا طلا؟ گردنبند کوتاه آقای میشه، مملی جان گردنی شما توضیح بده بلند. گردنی چیه؟ ما دیگه بازی کنیم. گردنبند کوتاه میشه گردنی بلند میشه رو لباسی پسرانه‌ای بود که طلا بود بعد پس گرفت طلا گرفت یه کارتیر بلند طلا گرفت آره نه میخوام ببینم طلا گرفتی؟ طلا آره برای پسر بهترین کارو کردی آره. دمت گرم باید یاد بگیرن چند گرم بود بگیرید چند گرم بود چیه هی میاد مغازه من فندک میخرید بابا ول کن سود بابا خودم ولش کن. خراب 2 می‌کنم. گرم خورد صدای شما دوتا یکی ها حواستون باشه مکس کن. خب میرسیم سر از این حالا سعید سر سعید
خب تا حالا شده کادویی که دادی و پس بگیری؟ نه. پس گرفته؟ نه. جدا؟ کادو اصلا گرفته بودی؟ آره بابا گرفتم. ایرپاد 2 بابا هزینه کرد. من جای نفر بعدی باشم واسه شما ایرپاد 2 میشکنم میرم تیریشو واسه میگیرم. یاد خاطرات گذشته یه دونه کادو آمد تو گرفتم. من بگم همه گریه میکنن. یا علی من کادو دادم خب بعد این هفته میگه بیا ببینم که بهت پس بدم. همین هفته؟ خودت خواستی یا خودش خواسته؟ خودش. چی دادی؟ دستبند طلا. یه لحظه ببخشید یه لحظه احساس من میگم بازار خرابه. همه دارن دقت کردی یه ماه موازت نیومدن؟ یه لحظه آره این هفته گفته که بیا دستبند طلا رو بهت پس بدم. خودش تو یا خودت گفت چند گرم؟ فکر کنم 2.5-3 گرم طلا پیدا شده. 2.5 میشه. 2.5-3 الان خب کم نیست. 2.5-3 گرم. 15. برای دیگه طرف نمیره 10 گرم بخره. چقدر ازت کارمزد گرفته 15 تومن؟ بذار من مش حساب بزنم. یا علی تو اوج قیمت خریدم. تا 640 2.5 گرم میشه نزدیک 12 تومن اینا کارمزد گرفت. ولی در مملیجات هیچ کارمزدی نداره. تبلیغات هم میکنه. تبلیغاتیه. آره کلا مملی شو دیگه. این فیلمو بعدا ادیت بکنم فقط صورتم هست. اینجا باکسه، اینجا یه عروسک. از همه مهمتر ساعت‌ها. بده داشمیر میخوام کنفیکون کنه. بعدی که نوبت تو دیگه. دور سرت بگردم. من میپیچم اینجوری. حسین روزم من سوال یادم رفت. تا حالا کات کردی کادویی که داده بودی یا داده بوده بهت ازت گرفته یا پس گرفتی؟ نه من پس گرفتم نه کسی ازم پس گرفته. ولی یه بار به یکی گربه داده بودم خیلی دوستش داشت. دوست داشتم آشتی کنیم. بهش گفتم همین الان گربه‌ام واسم میاری. دیگه اومد آشتی کردیم. پس ببین حالا کادو پس گرفتن یه ملاکی با آشتی کردن هست تا سناریوشو میزنم. آره. پلنشو دارم من برای این هفته. این چرا ببخشید داداشم الان این سناریوشو میگم بعد دیگه مابقی صحبت‌ها. من میدونم دیگه تو ذهنش چی میگذشت. گفت بذار یه گربه واسش بگیرم. هر موقع این کات کرد بگم گربه‌مو بیار به بهونه گربه بگی اینو نگیر ازم اینو نگیر. من اینو فقط به خاطر این گرفتم که تو به یاد من باشی. وقتی با من کات کردی این گربه است. خب گربه‌مو که میخوام ازت بگیرم تو نمیتونی از گربه دل بکنی که باید بچسبی من. این داستانه میدونی داستان چجوریه؟ این سبک جنایی داره بیشتر. ولی کلا کسی که بخواد کادو رو پس بگیره رو اصلا 1% هم قبول نداره. کنسل از ریشه. این داستانو واقعا ما چون میگن تو مغازه پیش میاد یارو تولد مهمونی من استوریاشون رو میبینم که حالا باکسی که از ما گرفتن تو اون مهمونیه هست. 2 روز بعد میاد میگه محمد تولد نگرفت یه داستانی شد کات کردم کادو رو پس گرفته. آره آفرین. میاد میگه میشه این کادو رو پس بگیری از من حالا بیشتر آقا پس گرفتم چون میگه داشت چیکار کنم بنده خدا یه ضرری داده یا عمری ازش رفته آره اون کادو که دیگه هیچ نیست بخواد اونم بره تو پاچش. بله من حالا یه نکته دیگه هم بگم. نکته که نیست خاطره دیگه. تو که میگی پس گرفتم من شده یه وقت با طرف واقعا جدی سری داستانی شده کات کردم یه ماه بعد 20 روز بعد تولدش بوده ولی کادو رو فرستادم براش حتی نگفتن طرف منه یه اپل واچ هم یه سری ولی فرستادم چون پس کرده حرف و حدیثش نیست. اینو واقعا من هستم من قبول دارم این قضیه رو. دخترها آخه به قولی سوزبازم میرن میشینن فلانی بود کات کرد سری که تولدم کادو نده. آفرین این بهترین مشت بردهانش. ولی من اصلا این داستانا رو قبول ندارم. این چرا محمد؟ به این زمانی که حالت خوبه روز اول خوشخوشانته دیگه اینو میگیری اونو میگیری اصلا 3 ماه 1 سال 2 سال بعد اینکه کات میکنی خب این همه خوبی داشته حالا جفت طرفا این همه هم بدی داشته مسلما خوبی بیشتر از بدیه مخصوصا سمت پسرها چون پسرها خیلی وفادارتر از دختران خیلی بیش از اندازه. من با دلیل و مدرک بهتون من اینو اصلا قبول ندارم. نشون نده
دیسلایک به من نشون نده. اصلا من قبول ندارم. خب من قبول دارم. من قبول ندارم. به خاطر اینکه خواهرت قبول داره میخنده. گوش کن. پسرا تو قبول داری؟ دخترها وفادارن. وفادارترن. نیستم. نه. چرا؟ خب پسرا خیلی ببین هم پسر وفادار داریم هم دختر وفادار داریم. دیگه مونده که شانست چی باشه؟ وفادار گیرت بیاد یا گیرت نیاد. آره خب یه سری آدما شخصیتاشون با هم فرق داره. واقعا تو برنامه لپ قرار نیستن. گرفتیم. جدی میگم چون نمیدونی توش چیه. شما یه چی میگیری یهو میبینی یه دونه عروسک چی بود؟ این جدیده اومده سوپرمارکت ها میفروشن باز میکنی. آره نه باز میکنی داخلش نمیدونی از چرت و پرتاست. خب بیا معملیجات یه دقیقه برو چیز خوب بخری. الوئل ما الوئل اصلا کلا رابطه خوب مثل خونه است. هر کی داره قدیم داره دیگه. الان دیگه خبری نیست. ولی واقعا حرف حسین و من حرفت چون قشنگ بود میخوام یادم نره. اون حرفش که داشت میگفتش اون لحظه واقعا من اینو قبول دارم. آقا اون لحظه حست به اون شخص خوبه خیلی کارو شاید بکنی واسش. شاید ببخشید واسه برادر خود خواهر خودت هم نکنی. اون لحظه اون کار رو داری میکنی حست خوبه حست قشنگه نباید به این فکر کنی بگی آی بعدا نکنه کات کنم اینو پس بگیرم اینو نده بهم این نه اون لحظه حست قشنگه مثل اون لحظه میمونه که داری یه غذای خوب میخوری اون غذا اون لحظه به فکر پولش نیستی اصلا کلا مزه‌شی میگی آقا محمد جان یه چیزا بگم کسی که کادو میده همیشه بیشتر از کسی که میگیره خوشحال میشه. نمیدونم تو این حسو درک کردی. من اینو واقعا قبول دارم. یعنی من کلا هر بار چه برای داداشم مادرم حالا پارتنر هر خیلی آدم بیشتر چیزی که گرفتم اون وایبی که خودم گرفتم بیشتر بوده طرف مقابل. همون لبخندی که واسه عزیزت بیاد خودش کافیه. حالا به برکت اعتقاد داری؟ اونجوری خیلی خوب میشه هم تو خوشحالی صدات نمیاد هم بخری صدات نمیاد اینا یه بار دیگه بگو دوباره بگم میگم مملی بگیری اول لبخند مملی رو ببینی خیلی مملی این خودمه تو خوشحال بشی من خوشحال میشم مانی میپاچیم رو صورتم دو فقط برای پدر مادر نه اون جایگاه خودشو داره نه نمیذاری من حرف بزنم آخه ایلا داشت ایلا شد ایلا سختره ساله اصلا نیست تو حالا من صحبت کنم دستمالا رو برداریم نه نمیخوام آقا کادو دادی یا ندادی پس سوال نمی کنی خب مگه ما اینجا آقا چرا از دختر از هر کدومش میپرسی از پسر نمیپرسی دختر همون کادو صحبت میکنه نخودی صحبت میکنه خودی تو جایگاه من میتونی صحبت بکنی صدا نداره میکروفون نداره سوال چی گفت کادو پس گرفتی مثلا پس گرفتن ببین شما تا حالا کادو دادی کادو گرفتی چی شده کادو رو پس گرفتی کادو من تا بار کادو نگرفتم ولی کادو دادم طلا اینا هم ندادم یه چی دادم آره یه چی دادم که نتونن بفروشن فقط نگه قلب تو نه داداش اونی که سوراخ کرد ولی کادوهایی که دادم داداش ببخش بیادبی ببخش تا الان فکر کنم 1,300,000,000 بوده الکی؟ جدی 1,300,000 آره چی داری؟ میدونی دیگه اینو بعدا میفهم احتمالاً قاچاق انسان کرد یارو سربنیز کرده کشور یه تیکش رو صحبت کنم اینجا میخواستم تو برنامه خودم صحبت کنم ولی یه تیکش رو تو برنامه تو صحبت میکنم به خاطر همینه میگم پسرها خیلی وفادارترن ببین پسری هست کل زندگیشو میریزه پای یه دختر که بتونه با اون زندگی خوبی داشته باشه ولی دختره چون پولو میبینه چون موقعیت رو میبینه چون یه سری چیزهای دیگر رو میبینه یه جوری دیگه میاد جلو نمیگم همه اینجوری اصلا بلا نسبت جمع اصلا خدا کنه ریشه کن کنه همچین آدمایی ولی من همچین چیزی رو فقط تو فیلم‌های سینمایی میدیدم جدی میگم فقط تو فیلم‌های سینمایی میدیدم تا اینکه این بلا سر خودم اومد وقتی میبینی داستان چیه و گوش میدی
متوجهی؟ میگم قضیه واقعا محمد ببین من اصلا رو شما هر کسی ببین با توجه به اون اتفاقی که واسش افتاده داره داستانش رو میگه دیگه. هر کسی داره با توجه به اون داستان و اتفاقی که واسش افتاده. هر آدمی یه داستانی داره کلا. آفرین. شما تو جایگاه خودت نمیتونی یه کسی رو قضاوت کنی. شاید حس اونو نتونی بگی. بچه‌های پشت صحنه خیلی هم بزنن. پسر بودن واقعا سخته ما. همچنین دختر بودن. خب نه فشاری که رو همه پسرای ماه یه دقیقه صبر کن من صحبت کنم. الان میخوام دخترم بگم. بگو. اصلا نمیگم. بگو برات می‌خوایم دست بزنیم. ببین دختر بودن سخته. سایلنت کن. پسر بودن خیلی سخت تره چون پسر آینده یه دختر رو باید فراهم کنه، آینده خانواده‌اش رو باید فراهم کنه. ببین یه پسر میتونه ازدواج نکنه. خیلی از بچهای دور اطراف ما اینجوری هن. میگه من پدرم دیگه مسنه نمیتونه، اگه من ازدواج کنم واقعا دیگه نمیتونم پول در بیارن. میبینی یه خانوم خیلی خوبه میاد تو زندگی به پدر مادر اینم میرسه، ولی من ندیدم، خیلی کم دیدم، نمیگم ندیدم ولی تو قدیمی ها دیدم، تو پدر مادرامون دیدم، تو جدیدی ها ندیدم. چون میگه آقا مادر شوهر از مادر شوهر یه دونه دیو ساخته تو ذهن خودش. الان یه چیز دیگه میگیرم بعد چیز کن. من یه خاطره در مورد یه داستانی رو بهتون بگم، شاید ملکه ذهنتون شد، شاید اصلا یه تجربه بود. یه خانومی با مادر شوهرش خیلی مشکل داشت، بیش از اندازه مشکل داشت. اینجوری میشه که دختره به خاطر اینکه مادر شوهرش رو از بین ببره، چون کنار هم دیگه زندگی میکردن مجبور بود از بین ببره، میره پیش یه بنده خدایی میگه یه سمی بده، من میخوام مادر شوهرم بمیره، نمیتونم باهاش زندگی کنم. میگه چرا؟ اینا میشنن با هم دیگه کلی صحبت میکنه، یه سم میده بهش، یه سم میده، هزینه‌ش هم میگیره. میگه این سمو نمه بریز تو غذاش که یهو نمیره همه رو تو شک کنن. میگه همه میدونن من با این مشکل دارم. این سمو تیکه تیکه بهش میده، تیکه تیکه. بعد میگه موقعی که تیکه تیکه داری میدی باهاش هم خیلی مهربون شو، انقدر باهاش مهربون شو که اصلا هیچکی به تو شک نکنه، اصلا بگن اینا چجوری شد عوض شدن. میگه این سمو به خوردش میدم، انقدر باهاش مهربون میشم پشیمون میشم. میام به دکتر میگم به اون کسی که اون سمو ازش گرفته بودم، میگم که میشه یه پادزهرشم بدی؟ من نمیخوام مادر شوهرم بمیره، این مثل مادر خودم. میگه پادزهر نیست، من اینجوری به تو تلقین کردم، به تلقین دیگه اعتقاد داری، تلقین کردم که تو مهربون بشی، ببینی طرف مقابلت چجوری باهات برخورد میکنه. و این اتفاق افتاد که سالیان سال در کنار هم دیگه زندگی کردیم. پایان تجربه. میخوام اینو بهت بگم، مهربونی واقعا بهترین پادزهر هر سمیه که خیلی از بلا نسبت جمع، الان اینا من پاره پوره میکنم، بلا نسبت جمع واقعا زندگی تو از این رو میکنه. با پسرها ساده بگیرید، همه چی پول نیست، همه چی طلا نیست، همه چی موقعیت نیست. زندگی خوب، به این پسرها عاشق یه چیزی هن. میگن ما زندگی کنیم ببینیم طرفمون چجوری با ما میسازه. متوجهی؟ پسر بودن اینش هم قشنگه، طرف انقدر باهاش میسازه اون دیگه به تو نمیگه چی برات میخرم، یهو ماشین میذاره زیر پات، یهو خونه میزنه به نامت، ولی تو نباید از خودت بی خود بشی. با شما مثلا اینجا حالا یه دونه چیز من بگم، دختری که خودش کادوشو انتخاب کنه واقعا کنسل. دقیقاً. یعنی بوده ها دیدم واسه خود شخص خودم رفتم واسهش گوشی بگیرم، رفتم واسهش 13 بگیرم، خوش گفته نمیخوای واسه من یه 13 بگیری؟ میون صحبتت یه خورده قبولت ندارم اینو. نه ببین یه وقتایی هست تو میای یه نفر رو سورپرایز میکنی، چون تجربه داشتم، اون چیزی که دوست داره رو میبینه میگه که ای کاش نمیگرفتی این هزینه رو میکردی. چون میگم تجربه داشتم. به من چی گفت از این به بعد اگر خواستیم کادویی برای هم بگیریم چیزی به ذهنت نرسید بیا یه سی که جفتمون نیاز داریم و بریم با هم بگیریم به عنوان کادو. من نمونهشو دیدم.
جان به نام کی؟ به نام کسی نه. نه اصلا شما توی کلا رابطه ای محمد خب یه چیز دیگه بود. نه کلا میگه آقا انتخاب، منظورم به اینه که نیاز به انتخاب نیست. یه وقتایی میبینی طرف شما میخواید، مگه نمیخوای اون خنده رو ببینی؟ منظورش اصلا نمیخواست انتخابو ببینی. نه پس چی؟ میگه الان من دوست دختر تو هم. من دوست دختر تو هم. تو هم خیلی منو دوست داری. من دوست دختر تو هم خیلی منو دوست داری. نکن. میاد. صدات نمیاد. نه خودش میفهمه. یه دقیقه من اینو بگم حدیث. بله. دانیال یه 13 واسم نمیخری؟ اینجوری که اصلا خب همینه منظورم همینه. من یه جور دیگه متوجه شدم. آره زیاده. اصلا بذار اینو بگم آقا واقعی. همین امروز تو برنامه یکی دوستان دختر از رفیقانمون قرار بود بیاد آقا اینجا میگم استتو نمیبرم. قرار بود بیاد گفت من لباس ندارم، اگه واسم لباس میخری بیام تو برنامه. این خیلی کنسله کلا بیخ. بابا یزید تو رفیق منی لباس نداری بابا ادعات میشه. بگو برات یه لباس کار خوبی کردی بلکش. من تو جوابش هم اینو گفتم برو لباسی که میخوای و من پولشو میدم بخری تو برنامه من نگی. به افتخار مامان. ولی قبل اینکه جواب بده بلاکش کردم. ترسیدم تعارف اومد نمیمد داره. یه دفعه دیدی به شماره کارت مینوشت. این بگیر حرفی بالاتر. زدی گفتی که پسر بودن سخته، هست دختری که تصمیم میگیره که زندگی خانواده‌ش هم بخره، زندگی خودش هم آینده‌ش هم بخره، تلاش میکنه مثل یه پسر وایسه و محکم بره جلو. برای اون دخترم سخته. همچین دختری هم داره. یه بار دیگه اینا رو میگی؟ یه دقیقه وایسا. دختری که مستقل تصمیم میگیره آینده خانواده‌ش هم بخره، آینده خودش هم بخره، اونجوری زندگی کنه. یه فقط و مثل یه پسر کار میکنه، مثل یه پسر تلاش میکنه. من یکی از دوستان خانومش یکی از بهترین میکاپ کارهای تهرانه. خب و شوهرش هم یعنی این در میاره میده به شوهره میره سرمایه گذاری میکنه به جون مادر. یه بار دیگه میشه بگی آجی اون کار هر کی بکنه ای بابا به قرآن هست. یه خورده نوع شب بخونه خونه هامو چرا؟ این در میاد ولی واسه ما یه دقیقه واسه ولی واسه ما از طریق ما آینده خانواده‌اش رو تامین کرد. شما در آوردی دادی اونا مال اونا در میارن میدن اینا. مال شما در میاری میدی اونا. تموم. مال موضوع در آوردنه پولا. منظور پوله دیگه. آقا سوال بعدی رو لطفاً بپرس. آقا سوال بعد بازیه. جایزه میدین؟ به بچه‌ها LOL بده. آقا اینا LOL تخم مرغ شانسی خارجی خیلی معروفه. فقط در مملیجات. بده حسین بده. چرا میگی اینو من بردارم؟ بفهم. مرسی. خواهش میکنم. بچه‌ها این LOL‌ها داخلش یه دونه عروسک دختر داره. یه دونه واسه تو مال دختر. آره همش. آقا چه دخترانه آوردی؟ LOL کلا دخترانه است داشت پسرانه نداره. چرا به ما میدی؟ الان بهتون میگم. شانسیه. توش دلار نداره. بچه‌ها اینا رو فقط تو مملیجات میتونیم بخرین ها. با کیفیت. فقط مملیجات. اینجا میتونم الان برات گویندگی بکنم. حالا حسین میگه صدام خوبه. آقای محمد کارت خان. مغازه نمیخواد بدی. ندم؟ نه؟ اینا فالو کشتن اومدن. محمد سری بعد از بین فالوورات نفر بیار. یه دونه به خودم بده.
صورتی ام و ام فقط در مملیجات. آقا این الوئلاتونه، اینا داخلش دختره، ها؟ داخلش یه دونه دختره. خب میندازی تو آب بزرگ میشه. نه این همین رو میذاشتی اینجا دیگه. اینا رو شانسیه، موهاش هر کدوم یه رنگه، حالا قیاب رنگ پوستش یه رنگه، ظاهرش داداش برای من آفریقاییه آقا، من نمیخوام. معلوم نیست داداش. آفریقاییه، من آفریقایی رو میخوام چیکار؟ شاید توش خوب باشه. شاید توش خوب باشه. کثافت. میکروفون خانوما کجا رو میذاره؟ الان سفید آقا یه چیز دیگه دوست دارم. با سیاه کاری ندارم. بچه‌ها منکراتیش نکنین. آخه داداش وقتی تاریک میشه یارو نیست. آقا دختره دارن با میکنن. ریسه بهش میتونیم بس کنیم. گوش کن. فلورسنت بزن برق بزنه شبا. بچه‌ها وا نکنید تو رو خدا. بذار بگم داستان. خب من و تو میکروفونامون یکی ها، حواست باشه. من سرفه میکنم تو حرف نزن. تو حرف نزن. محمد چشاشون هم نشون میده؟ آره. خب نگاه کنید، این الوئلایی که شما دخترها دارید اول حدس بزنید. برای شما پسر رنگ موش نه، رنگ همه رنگ داره عزیزم. برای شما پسر M15 خب رنگ موش رو حدس میزنی. اگه وا کردی رنگ موش درست بود. خب بین چند تا رنگه؟ من نمیدونم، بگو خودت. داداش طیف رنگی موها رو خانوما میدونن، من و تو نمیدونیم که. مش من میدونی چی تو ذهنم اومد؟ بور مشکی. همین. چی؟ بور و مشکی. بور مشکی. بور مشکی. گفتم الان باید 2 تا حدس بزنیم. رنگ حالا قهوه‌ای تیره. آره قهوه‌ای داره، آره داره. مثلا قهوه‌ای یواش. همه رنگا رو داره. صورتی سری. خب بگو. خودی بگو. میکروفون نداره. نخودی میکروفون. چه رنگی؟ این بلونده. بلوند. شما؟ مشکی. مشکی. شما؟ خرمایی. خرمایی. شما؟ صورتی. شما؟ رنگ تیره است، حالا قهوه‌ای تیره مشکیه. نه دیگه بگو دیگه، قبول نیست. تیره دوست داره. تیره قهوه‌ای. نه میگم رنگ تیره است دیگه، کلش تیره. خب چه؟ قهوه‌ایه. خب باشه، مشکی یا قهوه‌ای سوخته. خب باز کن. درست بگم جایزه داره. محمد جایزه چی میدی؟ نه الان بگو. الان بگو. دوربین گرفته دیگه. یادمونم گفتید الان؟ آره گفتم. با شما نبودم. با خواهرتون. نخودی صحبت کن. نخودی چیزی نباید بگه. این صدا رو فقط تو دوربین میتونه. آره دیگه، آره اینا خبر ندارم من و تو داریم چی میگیم که. اینا تو ادیت جذاب میشه. ما داریم ریز میگیم. خب نخودی چه رنگیه؟ باز نمیتونم. بکوب زمین. صورتی در بیارید. چنگیه؟ لباساشو میشه بپوش. آره لخ نباشه آقا. الان ما باید حسین لباس بپوشونیم. مشکی شما؟ آقا من یه ذره گنگ. 3 تا صورتی این بغل چیزا عروسک. محمد واقعا بزرگ میشن اینا. چه حدی بزرگ میشن؟ چی در اومد نیاز تو؟ هنو باز نکردیم. باز نکنید. نه صداشون نمیاد میکروفون. بچه‌ها میکروفون بچه‌ها. یه دقیقه بده من. خب یه دقیقه وایسا. سه تای اول صورتی بود، بعد بابا میگم یه دقیقه وایسا. اون میکروفون سمت شما باشه، اینم شما بگیر. منم بدید. من اینجا سرم خب آقا دستاشو اینجوری بیاد 3 تا خانم اول صورتی هن عروسکشون. باز نکن دیگه. حدس بزنید بعد. از این اشخاص فقط اون خانم آخر درست گفته. ما خودمون میکروفون داریم. نه
محمد بازی نکن برو نوبت. چرا کلش نمیره؟ آره کلش نمیره. آقا سرش خانمای عزیز سرش. یعنی چی کلش آخه؟ نمیره. از اونجا از مائده گرفته تا این چی بود اسمش؟ تا نسرین. عثمان سرش شلوارشو بپوشون. مائده حجاب ولی مطمئنی واسه ایناه؟ اون کت چیه؟ کت آقا جون پوشیدی؟ بسم فوزیلم. فهمیدی فوزیلت کیه دیگه؟ آره. نمیره سرش؟ نمیره. خب فقط اون خانم آخر درست گفت. بله. حالا آقایون انتخاب کنید بگید رنگا رو. صورتی شما؟ داداش حدس بزن خب. میگن نه کن. مشکی داداش. این داستان اینجوری هم اونی که میبینی هیچ وقت نیست باطن مهمه اینه. صورتی. من باطن شناسم. اول باز کن ببینم. بگو دیگه حسین. اول باز کن ببینم چی. شما بگو اول. مشکی. اما چون مال من مشکی واسه داره همه تو صورتی در میاد. یه رنگ خاص ایتالیایی فرانسوی آمبره تبدیل به سفید سرخابی مشکی. خب ببینیم امیر چه رنگیه؟ باز کن. انیه گفتم بگم بلوندا من درست گفتم مشکی. آفرین. صورتی. دیدی گفتم دانیال. مشکیه. من وجود نمی کنم باز کن نترس. نه با چی بزرگ میشه؟ بندازی تو آب. بزرگ نمیشه؟ البته این میتونه بزرگش کلاشو کنه. نباید بندازی. پروتئین کارت دیگه. آمینو اسید. مکمل گرینر کراتین. بده بهش. فقط میتونی تو کدوم قسمت ها دیگه؟ باز کن حسین. آها داخل نمیره. سرش به بدنش خدا کنه آفریقایی باشه. آخ اینم مشکیه. به خدا مشکیه حسین. مشکی بود؟ مشکی و شاخداری. اکاد رو اومدی بیرون. نه اکاد رو اومدی مشکیه داداش. میدونم. خب حالا یه چی بهتون بگم. این عروسکا اینجوری قشنگ سرهم میشه. ماما سرم میشکن. فقط سرش آره سرش بله ما نمیره. سرش توش نرفت. بدنش نمیره تو سرش. حالا شب بردید خونه خودتون اوکی کنید. نه دیگه سرشو بکن توش. نه شب بردن خونه. خوش بردید خونه سرشو توش بکنید. عروسک رو. بچه‌ها منظورشون اینه که عروسک رو سرهم کنید. منظورش اینه که بدن را نه همون سرهمش کنید. ادامه نده حدیث شد. اینو فهمیدید پس؟ بله جایزمون چیه محمد اینو بگو. همین جایی. همین. نه مال منو نسرین که گفتن. حسین کجا رفت تو. خب این میکروفون دستته آی فیلم بردار اینجوری هر کاری دلت بخواد میکنی. محمد جان جایزه منو بده میخوام برم. جایزه سالیوان لطفا. واسه من خرابه هیچی نداره. نه کیف داره نه جاش درسته. لخته. هیچی. لخت به دنیا آمده. این لامصب چینی‌ها از همه چی نه خدایی واسه من انصاف نیست. من اینو قبول ندارم. یه دونه دیگه بده. بیا عزیزم تازه این بویش هم چیزه نازک‌تر از مال ماها. لباس داره چی داره. نازک‌ترم. اینش گویش توش دیده میشه مال ما چیزه. گرمش بالا مال این گرمش پایین. چینه دیگه میزنن از همه جای کار میزنن. آقا ول کنید اونا. این چیه؟ اون بنده کیفشه اینجوری نگاه کن این کیف میشه نگاه کن. من کشفش کردم. خب من نمیدونم اصلا من عملی خرید کنم. این احساس میکنم سوار تهران هوایی شده. خب بریم برگشت. خب آقا بریم برگشت. حالا دارید درگیر اونجایید. ولش کن آقا درست کردنش جایزه نداره همین فقط زدنش جایزه داره. این لباس داره براتون. خب بچه‌ها پسرا بله. اونقدر که دخترها خیلی شیک نشستن پسرا بابا ولش کن دیگه. آقا گفتی بزرگ حسین جان بیخیال برو خدا
به نگاه میکنه ببینه برنامه‌ریزی کنم روش. کجا تو بندازم تو جان من ولش کن. ولش کن. میمونی برام؟ آره. بمون برام. خب حسین آقا بچه‌ها میریم سوال بعد. شما چون الان آقا برادران، خواهران، دوستان، حضار، پشت صحنه، علی رفیق گوش کنید. آقا چون الان 2 ماه دیگه ولنه بالاخره. شما سوالی که چرا یادآوری میکنی از الان بس میخواد آف بذاره بابا. نه بابا مشتری نه ما ولنا هیچ وقت آف نداریم. ولی قیمتش خوبه. آف نمی‌کنه. قیمت مقطوع. بزن دست قشنگ. حداقل میکروفون رو صاف بگیر دوباره. زیادی خرید میکنی یا زیادی کادو میخری یا داستان چیه؟ زیاد. واو. خب سوال من اینه آقا ولن امسال فکر کنید فاپ دارید. فکر کنید یه آروم نفس بکشید. فکر کنید خوشحال نشید. من فکرم نمیتونم بکنم. فکر کنید که آقا رل دارید. خب ولن امسال توقع داری کادو چی بگیری چی بدی؟ هم 16 پرو مکس. خب 6S 16 پرو مکس بگیری 6S بدی. خب دانیال بستگی داره خب به شخص. حالا بگیم شوخی گفتم آخر سر میگم یه جایی دوتایی بریم خب اونم موافق باشه. مثلا سفر نظر چیه؟ نمیشه. کادو نمیشه. کادو باید باشه فیزیکی باشه. این چرا نه بحث فیزیکیش خریدنی. چی؟ خریدنی؟ نه اصلا بحث اینی که تو داری میگی خارج از همه چیه. شما دوست پسر دوست دختر واسه چی بهت مسافره؟ آن راست میگی. ما ایرانی. آره احتمالا هفته پیش اومد. خب داشت مسافرت با نمیدونم کادو ولن یعنی برید مسافرت تو ولن اونجا یه چی بهش بده اون یه چی بده. آره داشتی همینجوری کادو میدادی الان دیگه بابا انقدر دیگه دادم دیگه مغزم نمیکشه. کادو منظورمه. چقدر منحرف. بگو دیگه. کادو نمیدونم آقا دستبند بدم. کادو دستبند مثلا یا چه میدونم انگشتر ساعت بدم یه سی تو همین مایم بگیرم ولی کفش جان من نوکرتم. خیلی خوب میدونی. کادو ساعت همه چی ولش. بله امیر داش امیر گل ولن امسال دوست داری کادو چی بدی چی بگی؟ پروتئین وی میدونی واسه چی میگم ولن؟ آقا من یه نکته بگم واسه چی میگم ولن؟ تولد شاید تو از طرف یه حد انتظاری داری اون از تو یه حد تولد یکم چیزه ولی ولن یه چیزی عرفیه اکثرا مثلا توی عرفی پیش میرن یه باکس شکلات یه باکس عروسک حالا بعضیا یه کادو هم بهش اضافه میکنن کنارش میدن حالا بعضیا من میخوام ببینم که حالا کلا چی عرفت تو ذهنت چیه که مثلا چی دوست داری ولن بدی چی بگیری. اوکی به این بحث دوست داشتن باشه که خب من اول طرف مقابلم نگاه میکنم دوم این که از دختر زیاد نمیشه توقع چیزی گرونی داشت چون دختر بخواد مستقل باشه و کار کنه واقعا گناه داره دلم نمیاد چیزی گرون میخوام در حد ساعت چون ساعت هیکلش رو نگاه نکنم انقدر ساعت چون خودم خیلی دوست دارم دلش بابا چی گفت؟ اینا کلا تو باقالی نه بگید خود جواب بابا هی منو میبری تو حاشیه به قول من دارم دلش واقعا انقدر خدای چیزی که من خیلی وقت میشناسم رو خب ساعت چون خیلی دوست دارم میتونه یه ساعت باشه یا اینو بگم آقا کلکس من اصلا امیر رو سر ساعت باشه رفیق شدم کلکسیون ساعت داره 47 دارم الان ساعت‌های برند دارن ساعت 1 تومن 2 تومن نه برو بالای 20 تومن 30 تومن اون ساعتی هم دستشه
27 تومن 28 تومن رو داریم می‌فروشیم. آره خب ساعت دوست داریم یا ساعت باشه، حالا اگه مثلا نتونست ساعت بگیره یه ست لباس، ترجیحاً ورزشی. بعد خودم که بخوام کادو بدم، بابت کادویی هم که میخوام بدم کلا تو کادو اینا من ذهنم خوب کار میکنه. یا میتونم مثلا همون دیگه دارم ساعت یا لباس. کادویی هم که بخوام بدم یا یه باکس لوازم آرایش میدم چون دخترها خیلی دوست دارن، یا یه دونه باکس محصولات از مغازه خودم، محصولاتی که به درد بانوان بخوره مثل هیرتامین، فیتو، پوست و مو، کلاژن. یه باکس از اینا میدم. من دومیه رو بیشتر هستم. میدونی چرا؟ لوازم آرایش دخترها اینجا هستن هر چیزی استفاده نمیکنن. اکثر کسایی هم که حالا باکس‌های لوازم آرایشی دارن میفروشن، بله باکساشون برند استفاده. نه واقعا جدی میگم، نه گوش کن. بعد اکثر این پیجایی که حالا باکس‌ها، حالا من نمیخوام پیجو ببرم زیر سوال، ولی خب لوازم آرایشی فانتزی که میفروشن تاریخ گذشته است، فیک، اصلا برای دختر مناسب نیست. خانم جان ببخشید واقعا از بچه تولید میشه؟ چی؟ لوازم آرایشی؟ خب من نشنیدم. من شنیدم. میگن ولی جدی بودنش رو من نشنیدم، ولی خب الان صورتاتون بچه هست. خب اوکی من تمام. اوکی مرسی. خب حسین بفهم. مرسی ممنون. شما باید بگی. من میکروفون دارم. آها مرسی. خب بگو. چی بگم؟ بپرسی از من. کادویی که می‌خوای بدی. چرا از من نمیپرسی تو؟ آخه دیگه حاجی اکسم بزن رو همه زدم دیگه. رو منم بزن. زدم. خب چی بود؟ کادو اگه ولنتاین بخوای بگیری از کسی یا بدی چی میدی چی میگیری؟ ولی چی میدم چی میگیرم؟ مثلا حسین یه نیم خط بگو بریم سراغ خانوما، جذاب‌تر میشه. میشه من آخر سر بگم؟ الان آخر سری ببخشید. بابا من لج نکن دیگه. الان آخر سری من میخوام برنامه رو یه ذره آخر برنامه با حسین، حرکتی من با حسین میخوام بزنم. می‌بینی؟ چون من میخوام همه رو به چالش بکشم، شما نگاه نکنید. من همه بریم آقا، بریم از ماهده خانم. کاش از نخودی میرفتی، خیلی ساکته. خب چی دوست دارم بگم؟ چی دوست داری بگی، چی دوست داری بدی؟ بله نمیسا. خب بحث روزش نیست، این تو طول به قول گفتن دیتایی که میادم میتونم اون عشق. آره ولی من ولنو، من تمرکزم رو ولن. گل روزو بیشتر میپسندم. آن گل روز بگی. 500 شاخه گل روز. چند شاخه؟ 500 شاخه. ببخشید من یه ماش حساب بزنم. امیر گل فروش چند میزنه روزو الان؟ نه بابا 500 تا میگیرم. 500 شاخه گل روز. طرف بگیرم باشه خیلی قرار هزینه کنه. نه گل دوست دارم. گل خراب. خب گفتی چی دوست داری؟ خب ببخشید راست میگی، گفته چی دوست داری؟ اپل واچ خودم. بعد میخوای بریم مثلا بگی اینو کی خرید؟ به ضرر نیست سری چی بگم کی خریده؟ 500 شاخه. ببین 500 شاخه. 500 شاخه رو شوهر آدم نمیگیره. فقط لطفاً KFC TH نباشه. خب آیدیشو بذار اگه پسرا بلاکش نکردن. بهتر. خب پیجت میپره. خب وایسا 500 تا شاخه بدی، 500 تا شاخه هم بدی. نه گفتم 500 تا شاخه بگیرم 100 تا بدم. 100 تا بدی. این میشه مهریه دیگه، نمیشه کادو. مهریه 1378 میگیرم. گل شاخه. فقط گل. سال تولدش هم گفت. خوبه. اوکی. سال تولدش هم. خوبه اوکی. ریز تو فیلم میگم من بمون. عاشق دسته گلم با یه خرس خیلی بزرگی سفید. صداتون میره اونجا. خب بعد چی بدی کادو؟ خودم هم بهش یه حلقه و یه دستبند بهش بدم دیگه بسته. الان جفتش؟ نه نقره پرو میشه. نقره پرومکس پرو میشه آخه. خیالی ها. این کادو نگرفته بود نداده بود. بعد نمیساد. خب شما بعد تو مایی بود. خوبه دسته گل. الان خرس آقا خرس بگم زیر 2,600,000 دیگه نداریم.
خب شما برای منم همون یه کادوی کوچیک باشه، مثلا یه باکس خیلی کوچیک بعد یه نیم ست توش باشه. الان بگو چون باید بگیره. فرقی نداره. نیم ست فرق نداره. بعد اینطوریه که اگه به طرف یه کادویی میدم که طرف از اون کادویی که من بهش دادم کمتر به من میده ناراحت نمیشم. همین توقع رو هم از خودش دارم که اگه یه روزی یه چیزی داستان ولن چیه که ولن رو در رو همون میبینن همون موقع رد و بدل میکنن. درسته. یعنی کم بدی باخت دادی، زیاد بدی باخت دادی، کلا باخت دادی. کلا باخته. از همه بدتر پسر باشی. خب هی خدا. آره دیگه اگه اونم مثلا یه چیزی به من دادش که کادوی من ارزشش بیشتر از اون بود، من ناراحت نمیشم. از این بالا. شما؟ منم همون دسته گل عروسک. فقط آره. چی میدی؟ ساعت. خوبه؟ فهمید شد دیگه. فهمید شد دیگه. فهمید داداش. خوش به حالت. چرا؟ هیچی ولش کن، خودت هم بعد برنامه خودت هم بعدا میفهمی. خب بریم. آقا نخودی نمیخواست بگه؟ نه. آه نه. جواب دیگه. خب میتونه جواب ما رو بده ولی آره. الان منم. خب آواز داداش من دوست دارم کادو چون عاشق تجهیزاتم یه افیکس تیری برام بگیره. تی با 2 منظورش هزینه شیش یه افیکس تیری برام بگیره، منم یه تی با 1 واسش بگیرم. باز همون نه دیگه اون 250 تومنه، اون 200 تومنه، 350 تومنه. سخت. مدل 95 74 چیزی. چه کاری؟ صفر نمیتونی. خب سود میکنم. حتما قرمز هم باشه. ولی واقعی میخوای بدونی؟ واقعی هیچی. نه هیچی جدی میگم اصلا. میدونی چرا محمد؟ به خاطر اینکه توقع آدما وقتی بره بالا، بابام یه دیالوگ قشنگی داره قبلا گفته، بعدها خیلی اینو گفتم، میگه سگ نخرید، توقعتون از آدما میره بالا. دست نداشت. چرا؟ محمد من به این اعتقاد ندارم. جدی میگم. چرا کادو آدم میگیره ولی من آدم مناسبتی نیستم که مثلا تو مناسبت‌ها کادو بگیرم. خودت بارها دیدی. آره. بعد اون داستان اصلا کادو تو مناسبت رو قبول ندارم، چون تو مناسبت یادته، سورپرایز نیست. این نمیگن سورپرایز، چون تولدت یادته، میدونی یکی قراره سورپرایزت کنه، ولی مناسبت وقتی نباشه خیلی قشنگ‌تره به نظر من. اینو باید خیلی یاد بگیرن، تو مناسبت‌ها کادو نگیرن. این قشنگ. مثل همون قضیه سر قرار رفتن میمونه دیگه. بحث ماهگرد و هفتگرد و اینا رو نداریم، ولی خب مثلا بریم سر قرار با یه شاخه گل، با یه هدیه خیلی کوچیک، ولی کسی که میشه درست که با یه الوهلتون داره ولی کسی که با مائده بره سر قرار 500 تا شاخه گل روز 100 تاش هم از اون میکنه میده به تو، میشه 400 تا. خب چی شد؟ جدول ضرب و حل. می داستان چیه؟ 2 ضرب در 2 5 مسئله رو حل کنی. ولی خب دوست داره گل دوست داره، هر کی سلیقه‌شه دیگه. سوال پرسیدی که ببینیم حالا هر کی این مثلا خود من دوست دارم طرفم واسم 207 بخره. آقا دوست وایسا تا بخره. من واسش پوشه میکنم. که نمی‌نازه که خیالی دیگه دوست داره. قبوله. تو داری از دید گل حساب میکنی؟ نه از دید هر کی گفتی پرس میکردم گفتم قبول. نه خب ما ولی یه چی بگم، یه چی بگم بپرس. خانم مائده سوال من رو با دقت گوش کن و با دقت جواب بده. وکیلم شما. آیا کسی بود که تا به این سن رسیدی واسه 500 تا شاخ گل روز گرفته باشد
آیا گرفته است یا نه؟ نه. با آره یا نه جواب بده. نه. نه؟ نه. خب این چه توقعی تو داریم؟ یه ذره توقع تو بکش پایین از این سینگلی در بیای. به خاطر خودت میگم، به خدا حرفی ندارم محمد جان. خب راست میگه. حالا 500 تا خدایی خیلیه. حالا من الان لفظ اومدم گفتم پوشه میخرم. خب محمد کسی به تو نمیاد 200 بده چون دوست داری. تو میگی که هر چی که یه چی دوست بهت داری. بگم؟ من میدونم. به نظر من این برنامه شاید خیالی باشه محمد. آقا یه چی بگم، ما تو این برنامه لطفاً فقط بلند شو بیا تو کات که نیفتی. نه بیا بلند شو. این بلند شو بیا وایسه بغل من. نه نمیافتی. این آقا که حالا میگه توقع اینا، نگاه کن این آقا نشونتون بدم، من همه چون نشون میدم. پسر خوبه. چه هم بلدم میخندن. خیلی خوبه. لوگوش خوب نیست. این واقعا میگم اس 500 کادو گرفته. برو. داداش اینجا چی کار میکنی؟ پشت صحنه چی کار میکنی؟ این یه پسر خوبیه که اس 500. بگو بیاد جلو. یه چی بگم، نشد پشت پینه‌شو نشونتون بدم. عکس اون شخص. نه جدی. عکس اون شخص دارم پشت تیشرت. باید اینجا تتوش کنی. اصلا نمیشه با همین قدرت اس 500 گرفته. بله. بله. داشت زیرش. نه داداش. نه کجا بدی؟ نه اون موقعی که به قول مثلا 35,000 اون موقعی که 5 میلیارد بوده گرفته. داریش هنوز؟ خواستم بگم که همچین داستانی هست. ولی حالا آقا من اینو بگم، اینو سریع یه بازی داریم و تموم شه بره. این همه باشگاه میدی، بس این چیزا میبینم میگم فقط تبلیغ. این همه باشگاه میدی، این همه زحمت میکشی، بیا اسپانسر. خب اینو من بگم، حالا کادوها رو گفتم آقا تو اون لحظه حالا اون پسر دختر که دارن کادو رو میخرن واقعا اون لحظه حسش خوبه. اون لحظه داره بهترین، حالا حرف چیزم کامل کردم، گفتش که کسی که داره کادو میخره خودش بیشتر ذوق میکنه. این واقعیته. ولی خب ما چون مغازه کادو فروشیم بالاخره یه صحنه‌ای رو میبینم، این صحنه رو به چش دیدم و پرام ریخت که پشمات میریزه. واقعا میگم. ببین این صحنه یه صحنه‌ای بودش از پسری که میخندونتت بترس. نه اینو گوش کن، اینو جدی میگم، اینو یعنی واقعا میرینی به من سعید. دخترها پسرها آقا حسین این صحنه رو گوش کن، این صحنه رو رو ببین. اینجوری بگم بگو دیگه. بابا میری هی اون بر بگو دیگه. آقا این صحنه واقعا یه چیزیه، کرک و پرم ریخت. یه پسر دختر اومد تو مغازه من کادو خریدم با هم. دختره و پسر واسه دختره کادو رو خرید داد. رفتن اینا از مغازه بیرون، از مغازه اینا رفتن بیرون، 2-3 ساعت طول نکشید دختره اومد مغازه گفت این کادو رو که واسم خرید دوست نداشتم، میشه اینو بگیرید مثلا اینو بدید واسه خودش، اینقدر پول گذاشت روش. مثال مثلا این عروسک رو واسش خریده بود اون پسر 500 تومن، اون دختر اومد گفت این عروسک رو من پس بگیر ازم، این 300 هم باید بره اون. آره این 300 هم حالا میتونم یه کوچولو بگم. نه دیگه داشت این جمله که داریم حالا گوش کن آقا 500 تومن پول این مثلا عروسکی بود، گفتش اینو پس بگیر، 300 تومن گذاشت روش، گفت این فندکه رو به من بده، من میخوام فندکه رو به خودش کادو بدم. من گفتم دمش گرم انصافا، فندکو دادم بهش و پسر چند روز بعد اومد مغازه. گفتم داشت فندکی راضی خفنه. او کدوم فندک؟ من اونجا دوزاری افتاد.
همینو سناریو میکنم تو مغزم. بزن من بزنم. نه دیگه بزن من با با هم میزنیم. من میشم فروشنده. ما داریم اینجا یوتیوب میگیریم، اینا دارن سناریو دارن. خب خیلی پرام ریخت. یعنی اومد گفتم بابا فندک خفنه. کدوم فندک؟ گفتم دوست دخترم شب اومد بود داداش ما از مغازه رفتیم بیرون، یه ساعت بعدش کات کردیم. گفتم آجی اون همون موقع اومد در وسط پس تا 300 گذاشت تو یه فندک خرید. گفت حالا گوش کن، گفت فندک چه شکلی و فلان و الا اینا، بعدا فهمید دوست خودش. بابا ولمون کن دیگه. به موام سیخ شد. با هم بزنیم. این سناریو هر کی زد منم بازی بده. خب تا این پخش بشه تو فروشنده دیگه. ویو هم خورده. تو فروشنده. فردا تو غلط بابا کردی نمیتونی خوب بازی کنی، نریم تو سناریو زیاده، حالا این یکی شد. خب آقا دیگه تموم بکنیم. بفهمید. بگو. شما فکر کنید دوست پسرتون یه کادوی 10-20 میلیونی واسش خریدید. حالا هر چیزی، ما نمیگیم چه کادویی. ولی مبلغی که هزینه کردی بالای 10-15 تومنه. در قبالش اون شخص برای شما یه کادوی خیلی ارزون قیمت، مثلا بگو یه چیز 200,000 تومانی خریده و آورده بهتون میده. بعد اینکه شما اون کادو رو دادی، ریاکشنتون چیه؟ یعنی چه حسی داری؟ همون موقع طرفو خرابش میکنی یا میسنجی ببینید طرف موقعیتش تو چه موقعیتی بوده که این کادو رو داده، یا حالا هر چیزی که خودتون برداشت کنید. حدیث خان. اگه دوستش داشته باشم ارزششو داره، رابطه‌مو به خاطرش خراب نمی‌کنم. خب دوستش نداشتی چرا اصلا وارد رابطه شدی؟ چرا اصلا کادوی 20 میلیون؟ آره. بده 6. اینجا اون چیزا رو بذار. نه خب اگه لیاقتشو داشته باشه خیلی فرق میکنه. لیاقت باید داشته باشه. همون من میگم الان ریاکشنش چیه؟ نظری ندارم. شما خب شاید طرف در حد توانش نبوده، یه مدتی میگذره میتونه جبرانش کنه دیگه. نکرد چی؟ نکردم که باز باید تلاش کنه دیگه. نه اصلا بحث تلاشه نیستش. چی نمیخواد. تو چادر هم باید زندگی میکنه. اصلا بحث تلاشه نیستش. خب من اون کادو رو دادم، طرف در حد توانش نبود، رفته میگذره، حالا تونست جبران نکرد چی؟ جبران نکرد چی؟ جبرانم که نکرد فدوی سرش دیگه، نتونسته بجاش این برنامه ما سیو داریم ما. این برنامه سیوا، پس فردا نه بگی سعید نمیدونم جبران نکردی. من همین حرفو توی سوالای قبلی پرسیدید، گفتم که خب من یه چیزی میگیرم، طرف یه کادوی در عوضش میگیره که ارزشش پایین‌تره، خب من ناراحت نمیشم. من همین حرفو زدم، سوال پرسیدید. به خاطر همونه گفتم سعید چون دوستش داری. بعد خودم دوست داشتم، میدونستم که اون چیزو دوست داره. دوستش داشته وارد رابطه شده دیگه. آدم کسی که دوست نداره وارد رابطه نمیشه. میدونستم که اون چیزو دوست داره، واسش خریدم. از توقعی نداری؟ نه. شما؟ من چون طرفمو دوست دارم برام مهم نیستش که حالا 100 تومانی 200 تومانی، حالا هر چقدر اون ارزشه برام مهمه که برام خریده. فکر کنم بی ارزش ترین چیزه. مهم نیست، همین که یادش بوده که واسه من یه چیزی بخره واقعا خوشحالم میکنه. حتی پفک، حتی پاستی، حتی بستنی. بله یه چی بگم، ایشون همون کسیه که تا حالا انتقادی دوست داشتن نداره. اشکان بلنگو نداری، بلنگو نداری. صدا میاد بلند نه صداش اینجا داره میاد داداش. من برای داداشم اما. ولی خب ایشون کسی هن که نه تا حالا کادو داده بود نه کادو گرفته بود. کی؟ ایشون کی؟ 4-5 نفر اونجا نشستن. ایشون ما چی؟ ماریا خانوم همون شخصیه که گفته بود من تا حالا کادو دادم. خب من نه کادو دادم نه کادو گرفتم. خب اون کسی که تا حالا کادو داده هیچ نگرفته رو نمیدونی چقدر سوخته، چه آتیشی گرفته. من اینجا سکوت کنم خیلی بهتره. به من میگم نه کادو گرفتم نه کادو دادم، خب ولی خب وقتی طرفمون دوست داشته باشم اون موقع وقتی بهم یه کادویی بده، حالا میگم حتی یه پفک هم باشه، خب طرف یادش بوده که من اون پفک رو دوست دارم.
واقعا پاستیل هم دوست دارم، برام مهم نیستش، یادش بوده. بستنی هم دوست دارم، من بیشتر خوراکی دوست دارم. یه 200 خب شما چطور؟ یه چی بگم، تو طول اون رابطه یه آدم این هست تو زندگیت، تو طول رابطه طرف میاد از حالا هر چیزی که هست یا 100شو میذاره یا یه روز 90شو میذاره یه روز 80، هر چقدری که میتونه تو رابطهش، تو طول رابطه. انسان کنی دیگه. 85%. آقا یکی 60شو میذاره، یکی 90شو میذاره، میگم یکی 85شو گذاشتی. 85%. این قدم تو رابطه است داداش. 90 میدونم میگم درصدش. ببین تو درصد دارم میگم. آقا اون داره میگه کلش، من چیزی میگم. خب 85. قضیه هم این چیزاست که تو اینستا باب شده بود. 100 تومن داری، یکی میاد اون 100 تومن هزینه میکنه برای یارو طرف، یکی میاد اون 100 تومن رو 60 تومنش هزینه میکنه، 50ش هزینه میکنه. تو طول رابطه میرسه اون روزی که حالا مثلا ولن گفتی، تو اون روز مثال بهت میگم دست و بالش خالیه، تو اون مثلا 2-3 روزه میشه دیگه، آدمه خالیه، تو میای میسنجی میگه حالا اشکال نداره، این که برای من کم نذاشته، تا الان به من رسونده علاقه رو، اون دوست داشتن حالا با یه شاخه گل، 100 تا شاخه گل، 50 تا شاخه، هر چند تا، 500 تا رسونده به من. الان حالا نداشته، حتما نتونسته اون چیزی که ازش توقعی نداشت. 500 شاخه گل تو 100 سال آینده هم نمیتونه برسه. قضیه حرف ایشونه، روزه مهم نیست، تاریخ و اون مثلا چه مناسبتیه مهم نیست، این که تو به یاد طرف بودی و براش وقت گذاشتی، رفتی هزینه کردی، این مهمه. حالا یکی میاد یه ماه قبل ولن بهت یه دونه کادو، یه باکس بهت میده، شکلات بهت میده، یکی میاد بعدش بهت میده. خانم مالی سوال دارم. من همیشه تولدم بهمن بوده. دو تاشو همه رو یکی کردن. من این مشکلات رو دارم. خدا ازت خیلی سر. من که تولدم فروردینه، چه همه دیدنی هم نیستن. گوش کن. حالا بگم چند؟ 1 فروردین. تو 1 فروردینی؟ حالا من یه چی مثلا زدی تو عید اون سال. چرا؟ من بابای خودم هم 1 فروردین هر سال باش تولدم میگیرم. بابای من 4 فروردین. چه دلیل داره؟ من رئیس شعبم 7 فروردین بود. یزید قبل عید میگفت کادو نمیدید. عید نیستید، کادو نمیدید. بابا می‌خواستم یه سوال بکنم ازش. بپرس دیگه. بعد اون ایکیوسانه رو بذاری. نفهمیدم الان چی گفت. در مورد درصد من یه چیزی بگم. یه پسر ایرانی می‌خواست ازدواج بکنه. 3 تا 100 میلیون داد به 3 تا دوست دختراش. گفت برید با این 100 میلیونا مال شما. می‌خواست ببینه کدومو بگیره. یکیشون 100 میلیون رفت لباس خرید. یکیشون 100 میلیون رفت گذاشت تو بورس، 200 میلیون کرد، اومد گفت بیا من 100 خودت، اینم 100 واسه آینده‌ام. اون یکی هم که 100 رو رفت لباس خرید، گفت من لباس خریدم فلان. اون یکی هم رفت 100 میلیون ماشین خرید. گفتش که آره من ماشین خریدم بیام دنبالت با هم بریم. این پسر ایرانی میدونی کدومو گرفت؟ اون که لباس خرید. نه. یه بار دیگه میگی یه دونه لباس بود. اون دو تا دیگه چی بود؟ نه. چه ماشین؟ چی گفت؟ اونی که اما عدده پسر ایرانی هم. من یه سوال بکنم از تمام دخترای اینجا. یه سوال بکنم. ببخشید یه سوال میکنم، هر کدومتون تونستید بگی من یه الوئل بهتون میدم. حساب من داشت. الوئل چنده؟ 1 کیلو پنبه سنگین‌تره یا 1 کیلو آهن؟ چه سوالی؟ خیلی آسونه. 1 کیلو پنبه سنگین‌تره یا 1 کیلو آهن؟ تو همه‌شون ایکیوسان مثلا تابلوه. درجا میشه گفت. چرا فکر میکنی؟ میگم داره چرت می‌پرسه. دیدی قیافه‌هاشون رو همه اینجوری جفتشون هم 1 کیلو دیگه. حالا اون پنبه من همینجوری بایستم جواب ندادم، اینجوری بایستم کشید. برو بال پرواز. داداش چشام داره میسته، اینو میدی بالا بریز. خب آقا شما هم بگید
رفتی 20 میلیون هزینه کردی کادو دادی، یه کادو ارزون واسط آوردی. از اون حرفای قشنگ میزنه. دلا رو بلرزون. مهم نیستش. واقعا مهم نیست واسه. یعنی اصلا. دوباره هم میری کادو 20 تومانی میخری. مشخص نمی بس یه طرف از نره خب. نخریده باشه. آره یکی از واقعا ببین من با طرفی بودم خب من جای مامانت به قرآن بذار بهت بگم بذار من بهت یه چیزی بگم. من 3 سال پیش با یکی بودم خب خیلی هم واسش هزینه می‌کردم. آره اصلا شوهر کرده الان نیست. شوهر کرده الان. به قرآن واسم شورت می‌خرید فرداش کلی واسه جبران چون میدونستم وضعیتش جوریه که اون شورت رو واسم با سختی به قرآن آقا خب خریده بود هنوز دارمش شورت رو یزید باب اسفنجی بود چی بود بره ناغلا بود دارم بابا نه البته شورت ما به قرآن خب سر برنامه مملی رو میشناسی دیگه ها؟ مملی خیلی نمیشناسم بابا تو نصری میگه یه کاری کرده فراموشش نه این برنامه یوتیوب داره جمع میکنه خیلی خفنه بعد داره کاراشو تبلیغ میکنه توش بعد وقتی چهار باب اسفنج خدا قبول کنه از آقا نوکرتم خدا نوکرتم خب داشتم میگفتم واسه من اون ارزشش شاید چه 50 تا 100 تا 200 پولش بود ولی خب چون شرایطش رو میدونستم ارزش داشت. میگن همیشه کادویی بخر که همه جور چش یارو باشه. بعد نه تنها به اسفنجی بعد نه تنها اصلا بحث کادوه کلا ولی من کلا اخلاقم یه جوریه معرفت چشامو میگیره چه واسه پسرش چه دخترش. من عاشق معرفت طرف میشم. دختری که معرفت نداشته باشه کنسله. این خیلی مهمه واقعا یه تیکه کلمه معرفت نیست این معرفت خودش 1000 تا بخش میشه. یه وقت یکی ماشین نداره پیاده باد بیاد با مترو باد بیاد یه وقت یکی وضعش خوبه سوء استفاده دوباره ازت نکنه این نگه حرفی توی زدی اینو میخوام اونو میخوام. یه وقت میبینید درآمدش مثلا یه چیز کمه ولی چیزی که دوست داری و پولاشو چند ماه جمع میکنه برای تو میخره. میگم همین دختری که من بهت میگم 6 ماه مثلا کرایه‌اش رو جمع کرده بود مثلا تاکسی نه برامون ساعتی که دوست داشتم خرید اون موقع این ویکتا تازه اومده بود الان دست همه است مثلا 4 5 میلیون تومان اون خرید این ویکتا آره این ویکتا زئوس این ویکتا زئوس هم کلا از 47 ساعت 7 8 دختر رو برام خریدم بقیه‌شو خودم خریدم ویکتا اون موقع با الان خیلی پول فراید 47 تا دوست دختر باشه نه 47 ساعت درسته امیرعلی دیگه در اون حد نیست. دانیال تو بگو بیا این الان میخواد فلسفی صحبت کنه. دقیقاً هم قصدم همینه. آقا آدم میره تو رابطه برای چی؟ برای جان؟ کادو. حالا نه آدم میره تو رابطه واسه آرامش و پیشرفت و اینکه طرف مقابلت باعث بشه که تو بهترین روزا رو داشته باشی در عین حالا نه مسافرت و آرامش نه داداش دختری که خونه نیاد کنسله نه آقا خودت بهتر میدونی اصلا تو این بله میدونم این گیرش نمیاد دختری میتونی من میام خونه خالی میخوام ببینم میری یا نه نه آقا نمیره نه واقعا نه خدا وکیلی نمیره خدا وکیلی نمیره نه خونم دارم. داستان اینه که آدما میرن تو رابطه واسه اینکه به قولی یه تغییری تو زندگیشون ایجاد بشه دیگه. اگر دنبال مادیات بخوای باشی که آقا من 30 تومن اون 1 تومن یعنی 1 قرون 2000 بخوای بکنی خیلی وقتا پسرا توی رابطهشون بیشتر از یه دختر هزینه میکنن گاهن. حالا این اتفاق اگر برات بیفته اگر طرفو دوست داشته باشی زیاد برات مهم نیست. نه واقعا نه حسین جدی دارم میگم چون تجربه نه میدونم چون تجربهش کردم دارم میگم اوکی ولی واقعا همینه. رابطه باید انقدر ارزش داشته باشه که تو یه شاخه گلم گرفتی در قبالش حالا هر چقدرم خرج کردی هزینه کردی وقت گذاشتی اون لحظه‌ای که خوشحال میشی به خاطر همون 1000 تومن 2000 تومن هزینه‌ای که کرده
بهت خوش بگذره، کیف بکنی ازش. وگرنه پول هست میاد میره، اون رابطه هست که میمونه. حالا یه ذره از رابطت بگو ببینیم. میشه واردش نشیم؟ نه واردش شده داشت، خیلی داری خوب صحبت میکنی. یه ذره بگو تو رابطت چجوری بودی؟ من به این معتقدم، ببخشید خواهش من به این معتقدم کسایی که یه سری حرفای قشنگ میزنن مثلا رو در روی یه نفر، اصلا حرف هم چیز نیست. نه متوجه. یه سری از افراد اصلا برای نسبت اینجا به جز حدیث، خب بعد خودشون نصیحت لازمن. جدی میگم اینو، من خودم به شخص خودم میخوام بگم. من مثلا خیلی حرفای قشنگی میزنم، اینا دیگه برادر کوچیک‌ترم اینجا نشسته، خیلی موقع یه سری حرفا میزنم یا خودش میگه بابا اینا رو به خودت هم جلو آینه بگو. گرفتی چی میگم؟ چون اینو بهش گفتم آره. و منو میشینی نصیحت میکنه بعد میگم بگو ادامه شو. اگر بخوام رابطه‌مو دو بخش بکنم چون فاصله داشت بینش، یه 2-3 سالی حدوداً نبود. الان 1.5 سال دوباره برگشته، ولی خب یه 2-3 هفته جنجالی داشتیم. حالا بماند. از این بچه هست رفته برای چی برگشته؟ آدم چیزی که به خاطر اینکه لیست نمیزنه. نه یه سی بگم، مثلا اون داستان جدایی یه چیز دیگه ای بوده، بماند، مهم نیست. ولی علتش میدونی چی بود؟ اون موقعی که من کلا ماهانه 200-300 تومن توی جیبم بود، خب با من از تئاتر از سال 98، خب آره، اون موقعی که من از تئاتر شهر توی سرما تا انقلاب با من پیاده می اومد، کتاب میدید، میگفت خوبه بگیری ما، ولی خب متوجه بود پول تو جیب من نیست، من اینو میدیدم. حالا که برگشتم انقدری پر برگشتم که اصلا برام مهم نبوده و جایی دیدم که نکرده. خب حالا منم میشه بگم؟ خب همه نظرم بگم. خب همه گفتن منم بگم. نخودی آن ده. به نظر من هدیه یه چیز خیلی دلیه. قطعا هم مثلا اون آدم ارزششو داشته که این هزینه رو کردی دیگه، بس نباید انتظارم داشته باشی. من نظرم اینه. آره ولی 200 تومن چیزی نیست، یه شاخه گل میشه حساب کرد. حالا به نظر من محمد جان پول نباشه نمیتونی وارد رابطه بشی، پول نباشه نمیتونی زندگی کنی، پول نباشه اون چون این جمله رو حتی تو تلویزیون و نوید محمدزاده و اینا هم میگم، من اون بی‌ناموسی که برگشته گفته پول خوشبختی نمیاره رو بیار به من نشون بده. کی گفته پول خوشبختی نمیاره؟ پول باشه همه چی هست. پول باشه همه چی هست. دارا که باشی خودش سارا میاد. آقا من یه چیز بگم؟ باید بلند بود. ویلا که داشته باشید. بابا اینجا اسلام میشه دیگه، نکن دیگه. من خودم میخوام اینجاشو تدوین بزنم. نورو بذار. اینجا تاریکیه. من خطاب به ماهده خانم یه چی بگم؟ سر اینکه هی گفت پول نداشته باشی و اینا هی داشت دست میزد، در آخرش بازیچه یه پسر پولداری میشی که به خاطر پول داشتنش هر شب یه دختری رو باهاش برنامه میکنه، چون فقط فکر روزه که اون پول است. من اینجوری رفیق دارم X6 داره 11 میلیارد پول ماشینشه، یعنی وقتی میرم پیشش اینجوری گوششو میذاره اونور، اصلا دستش هم نمیگیره. کجایی فلان، امشب بیا پیشم، با دوستت بیا، دوستم 2 نفر باشی. اصلا هیچ عشقی و هیچ رابطه‌ای و تجربه نمیکنه اینجور آدمو. چه پسرش که فکر میکنه پول داشته باشه میتونه رابطه خوب داشته باشه، چه دخترش فکر میکنه طرف پول داشته باشه میتونه رابطه خوب داشته باشه. من خودم از بچگی کارگری کردم، یعنی هم رابطه بدون پول داشتم، هم الان خدا رو شکر دیگه مملی میدونه هیچ وقت من وسط بگم الان دنبال لنکروز میگردم، اصلا هیچ وقت معیار تو توی رابطه پول قرار نه. من این وسط یه چی بگم. اولا اینکه من یه دختر مستقلم، عملی هم میشناسه منو، خودم واسه خودم کار میکنم، خودم واسه خودم میخرم، خودم واسه دل خودم زندگی میکنم. گفتم اولش هم گفتم یه سری دست آدم خدا رو شکر قید همه چی رو زدن واسه آینده زندگی مام باباشون و خودشون دارن تلاش میکنن. این دست دخترا کلا جدان. این که دارم میگم پول نباشه، من دختر اگه پول نداشته باشم میگم، چون من خودم مستقلم، چیزی دارم میگم،
اگه لباسی که میپوشم برای مثلا مملی زنگ میزنه فلان جا بیا پول نداشته باشم لباسی که مناسب اونجا باشه رو بخرم. آخه شما الان نسبت به خودت نگفتی، نسبت طرف مقابل گفتی. نه گفت پول نباشه وارد رابطه نمیتونی بشی، پول نباشه خوشبخت نیستی. الان وقتی تو مملکت و تو جامعه هستیم که پول حرف اولو میزنه. من اگه خوشپوش نیام، این خانم اگه خوشگل نیاد خوشپوش نیاد، هیچ کس نگاش نمیکنه، خود شما پسر. خب من اگه با لباس داغون میمدم هیچ کدومتون من یه چیز دیگه بگم، من یه چیز دیگه بگم. چرا یهو نگاه میافتاد تو نگاه؟ توی سوالای قبلی هم من گفتم من خودم شخصا هر کی یه جوره اسیر یا عاشق معرفت طرف میشم. اصلا اونجوری نیست تو فکر کنی مثلا تیپت خوب نباشه. ببین از تو خوش تیپ تر هست، از اونی که تو خوش تیپ تره هست، از من مثلا خفن تر است، تتوش بیشتر باشه، از هیکلش گندتر باشه، از همه بالاتر است. اصلا نباید این معیار تو قرار بدی. ببین طرف تو رو درک کنه، به تو آرامش بده، رابطه خوب بسازه، تو ذهنت آروم میشه. خب میتونی خوب پول در بیاری، میتونی خوب پیشرفت کنی و جبران کنی. و کسی همیشه با کسی تو رابطه که ذات داشته باشه. کسی که ذات داره اون قدمایی که باش پیاده برداشتی و با سوار بنزش میکنه میبرته. این چیزایی که داریم ماها میگیم همش حرفه. اصلا من به حرف نگفتم. من هر چی گفتم تجربه زندگیمو گفتم. من مثلا با لباس ساده بیام مثلا میپسنده، شما پول نداری با پراید بیای مثلا میگم این خانم میگه میپسندم فلان کادو نباشه اون یکی میپسند، همش حرفه. خب وقتی ملاک جامعه ما شده دختر به ماشین پسر میره و پسر به اندام و هیکل و خوشگلی و ملاک نشده. یه سریا مثل شما اینجوری ملاک کردن. حرف میزنیم میگیم اصلا ملاک نیست. مایده داره لنکروز میگیره هر چی میگه. اصلا اینا ملاک نیست که میگی. اصلا اینا ملاک نیست. ما میگیم ملاک نیست. تو داری میگی اگر لباسم خونشه کسی من نگاه نمیکنه. تو خودت داری خودتو نیو فیس میدونی. یعنی میگی من برم توی جمعی خفن باشم طرف تموم منو ببینه ببره. اصلا اینجوری نیست. اگر رابطه خوب بخواد باشه رابطه خوب بخواد طرف خودتو واسه خود بخواد توجه نمیکنه. منظور امیر رو فهمیدم، منظور مادرم فهمیدم. یه نتیجه بهت بدم. یه نتیجه الله نه جدا. ببین نتیجه امیر میگه آقا ما دلی میریم جلو، ایشون هم میگه آقا من دوست دارم توی یه حدی، هر کسی واسه خودش یه سلیقه‌ها متفاوت. مثلا میگم من محمد دستان، محمد علی دستان، خب شاید 100 نفر دیگه به من بگن آقا بیا یوتیوب ما، من نرم تو لول خودم نبینم برم تو یوتیوب اونا بشینم. حسین قاسمی بشکم بزنه بگه محمد بیا با کله لول خودم میبینم حسین رو برم پیشش، میبینم پیش سعید برم پیش دانیال برم بقیه بچه‌ها برم. خب هر کسی واسه خودش یه دونه آقا خط قرمزی داره دیگه. ایشون خط قرمزش واسه خودش آقا خوشتیپ بودن. میگه من هر جا میرم دوست دارم های باشم، بالا باشم، خوشتیپ باشم، به چشم بیام. خب خیلی چیز خوبی، همه همینن. یکی حالا اسم نمیبرم، توی هر جمعی میره کلا میکشه رو سرش، یکی اسم من نشناسه. اون آقا خودش خط خودش رو دونه. ولی من یه جمله آخر بگم، مثلا معیار رابطه پول نیست. واسه اینکه من مخ تو رو بزنم یا تو مثلا پولدار میای که من مثلا چشم تو رو بگیره نیست. معیار پول نیست. کسی که بخواد گفتش که پول بخوای یارو با بنز و بی‌ام. من هیچ وقت دنبال پول یارو نبودم. هیچ وقت میدونم نبودی. ببین با آدمای پولدار گشتی بالا پایین کردی؟ 99% فقط عقده‌هاشون دارن. من یه جمعی دعوت بودم رفتم، به قرآن قسم یه باغ دور همی بود، پسره با لکسوس اومده بود، توی هر جمله اینجوری میکرد داداش ماشین نداری لکسوس هست با لکسوس ببرمت. ببین من رفیقم فهمید من دارم اینو تو مخم، بهم اس ام اس داد گفت امیر اوکی. ببین اینجوری داشتم پسر گفت آقا بی‌ناموس تو که بابات بهت داد آخه داری اونجوری خودت. بعد بحث موشک شد، گوش بده این خیلی باله. موشک زده بود اسرائیلو اینجوری کرد، موشک بود از باغ ما موشک رفت. کلا فقط می‌خواست بگه منم. هیچ اون پسرایی که مثلا خیلی دیگه پول دارن، خب که معلومه مثلا کجا دارن، هر چیزی یه سنی داره،
کسی که 30 سالگی مثلا 50 میلیارد سرمایه داره مسلما کار نکنه. شاید یه عده خاص 1% ها که به اون میرسن، بقیه یا ددیه یا ارثیه یا هر چیه، یا کادو دوست اونا دختره. واقعا تو عقده‌هاشون دارن زندگی میکنن، هیچ وقت هم واسه شما پارتنر خوبی نمیشن، چون انقدر دیگه اون پول بهشون قدرت داده. کلا پول قدرت میده، اصلا نمیتونه عاشق بشه. میگه من چون پول دارم هر چی از دختر میخوام باید بهم فراهم کنه، میتونم باهاش دستوری صحبت کنم، میتونم مثل خیلی ببخشید مثل برده با طرف صحبت کنم. من تا حالا ندیدم یه پسر پولدار رابطه خوبی برای پارتنرش بسازه، مگر اینکه با هم از اول باشن، پله پله با هم پولدار شده باشن و پیشرفت کرده باشن. پسر جر میگیرتش 2 تا دیگه انده. فکر میکنی؟ من یه چیز بهت بگم، من نمیدونم واقعا، جدی میگم اینو محمد، شخصیت منو شما میشناسید. شخصیت شما میشناسید خب؟ میدونی دروغ نمیگم، اصلا برام مهم نیست. هیچ که واقعا به خودم ببخشید و بی‌ادبی باشه، شما تاج سری مهم نیست. ولی چی بود؟ چی بود؟ تو گفتی نگفتن چی بود؟ یعنی میره توی چی اصلا خودش هم نمیبره الان اونجا چیکار داره میکنه. آقا خب یاد آمد ببخشید دیگه ببخشید این یه تیکه رو من بگم. عروسکا رو بیار، عروسکا بابا یاد عروسکا رو به من بده. بابا من میشه بگم خیلی زشتا. من با نخودی ها صحبت اون موقع که داریم گوش میکنیم اینو چی زوم کردیم اون موقع بگو دیگه. تو که اصلا نگاه نمی‌کنی، تو چی می‌گی؟ خب گوشم زوم کرده اون قشنگ 2 ساعت داریم فکر میکنیم چی میخواد بگه. خب تشخیص هم کدوم شبیه کدوم. اون دوتا اینو میخواستم بهتون بگم. یه سری از پسرها راست میگه، این واقعا تمام حرفایی که زد بیشترش واقعیت. من همه رو از دور و بریام گفتم، بر اساس واقعیت گفتم. یه سری آدما هستن شخصیتشون قبول نمیکنه، نمیتونن با چند نفر باشن، نمیتونن. میگی هندل میکنن، چجوری هندل میکنن؟ اگه تو زرنگ باشی میتونه هندل کنه؟ نمیتونه. اگه تو آدمی باشی هر یه ساعت زنگ بزنی، تو اگه آدمی باشی هر روز ببینیش، تو اگه آدمی باشی حتما وای نستی اون بیا تو رو ببینه، تو پاشی بری اونو ببینی. هیچ جوره نمیتونه اون طرف خیانت بکنه. دست و پای پسر باید اصلا ولی مگه ملاکینه؟ هر کسی تو قفس باشه نمیتونه بپره. اون تو آزادی متحد بودنه قشنگه. تو به یارو محدود کنی ببندی رو ویدیو کال که مثلا میگن آقا اینو من همه جا گفتم، اینجا هم بگم، میگن سلامتی اونی که رفتنت مردانه نبود، حداقل مرد باش و برنگرد. اینه چون اگه برگردیم جایگاهی نداریم. خب آقا شروع میکنیم. این محله آخره. از پسرها خواهش میکنم واسه دخترها انتخاب بکنن، از دخترها خواهش میکنیم واسه پسرها انتخاب بکنن. رندوم بچه‌ها صداش میاد. خب رندوم از پشت صحنه هم میپرسم که آقا چیز نباشه، مثلا از حدیث کوچولو به کی بگه؟ نه حدیث شما دیگه خیلی بزرگی. سعید. خب سعید کدوم یکی این شخصیت هست؟ نه بگو ما بگه دیگه. مثلا من دیده نمیشم اونجا. برو از نزدیک بگی. تو رو اصلا بیا یکیشو بردار. اختدال چیز نرسیم. آقا پسر زیر 100 کیلو سالیوان نمیشه تو رو قرآن. حالا چی وزنش کنیم بریم 100 کیلو میشه؟ یا چی وزنش کنیم 100 کیلو میشه یا نه؟
چی؟ اون چیزی بفهمیم 100 کیلو میشه. من میدونی استرس چیو دارم؟ اون انه نصیب کی میخواست بشه؟ من همون استرس دارم به خود. من میگم اون انه رو میخوام بدم به من. اونو بازی نده. اون شد؟ بده بهش. چه کوکولی. ببینمش. خدایی شبیته. خدایی. خدا وکیلی شبیشه. این بچه حالا از آقایون 23 سالشه. امیر یه آدم 40 ساله داره. امیر واسه مائده. امیر که؟ امیر واسه شما. ببینمش یه ذره. من اونجا ببین دقت کنید. نه. چی گفتی؟ هیچی بابا هیچی نگفتم. برو بده کارو تموم کن. دامن داره برام. امیر داره چشمک میزنه. شبیه هیچ کدوم نیست. نه این برای یک نفر دیگه گوشن کنه. بچه‌ها پشت صحنه لطفاً چیز نکنید. یعنی ببین اشتباه انتخاب کنی اینجا نشید. دیدی خودم خیلی شبیه خودی. راست میگه خیلی شبیه. خب این هم حالا کیو بگیم؟ خب حدیث و حسین. حدیث واسه حسین. سر جد خیلی خمیدن. خب همین که از اون هرنه گذشت دیگه تمامه. اوکی راستی شبیه باحاله. خب خفنه خدا. این بر بگه دوربین بگیره. باحاله. خب خیلی شبیه. حالا دانیال برای گل سیگار ماریا خانم. بعد چرا واسه من نگفتی ماهده خانم؟ گفتی ماهده. مگه 2 ماهده است؟ نه یه دونه است ولی گفت ماریا. کلک پشن اینجا؟ آفرین. بارکالله. خب الان بذاریم کی هستی؟ نده حسین تلافیه. بیا دیگه. شک نکن روش. یکی الان برمی‌دارم. نه همون. یکی الان برمی‌دارم. جلو دوربینم نشون میدم. میخوام یکی واقعا نخنده. آفرین. اون دوربینه مال ما. اشتباه نشون میده. لباش شبیه لب جدول ها. خب چی؟ خدایی خوب انتخاب کردم. دانیال نارنجیه. اشتباه انتخاب کردم. منم همونو بیا نارنجی ده. دانیال کدوم بود؟ رنگ تیشرتاشون هم با هم میاد. نه بالا. خب الان وایسا. الان هنوز ما ور نداشتیم. الان مونده مائده واسه امیر. خودم از دلم میدونم چی میکنم. آقا جون اومد. خدای من گاو حال میکنم.
آقا برای نخودی میشه من انتخاب کنم. علی آقا پشت صحنه. تو رو خدا. علی بیا. برای یه چه انتخاب کنم ناراحت شه. همون اولیه. همون اولیه. دست راست همون اول. نه. از راست اولی. تموم. دو تا لب جدولی. شاید شما بخندید ولی دختر هزینه میکنه اونجوری شه. جز ملاکای زیباییه. هر کی بزرگتر زیباتر. به زیباییشون اضافه میشه. چی؟ به زیباییشون اضافه میشه. لب گندشه به زیبایی اضافه بله. و بازوها گنده میشه به زیباییات اضافه میشه. هر کسی یه جاشو دوست. باریکلا علی. خب من خودم واسه خودم برمی‌دارم. خدای خودشه. آخ مونده. ای با این مونده. توی. مگه بر نداشت. همون خوبه. چه دامنی داره؟ یه عرصه کنه به کلا کاسکته بود. این هم قشنگ. چه رومانتیک. خب الان اینا بدیم به تو؟ نه همین خواستیم شخصیتاتون بگیم. الان عکساتون همش با همین شخصیتاتون. یعنی هر کی هم عروسکی دستشه عکس باشون شخصیت من نیست. اوزه سوخت. باز حداقلش انسانه. آقا برش کن. به پایان برنامه رسیدیم. شخصیتاتون حالا با تجربه کادوهایی که گرفتید سنجیدیم. گفتگوی خوبی بود در مورد کادو دادن، کادو گرفتن. بقیه حالا انشالله این برنامه رو ببینن، تجربه کسب کنن چجوری کادو بدن. کادو میدید ناراحت نشید، دلی بدید کادو رو. و اینکه این برنامه با همین بچه‌ها سری بعد اگه انشالله که اگه این نیست اجرا بشه لوکیشن بعدیمون کیشه. یعنی همین اکیپ دور جزیره. چون برنامه اول اون بود من گفتم برنامه اول یه سورپرایز دارم واسه بچه‌ها. اینه که کسایی که تو برنامه اولمون شرکت کردن سفر کیششون با ماه. برنامه بعدی. از الان من یعنی نظر شخصی رو بگم، از الان بچه‌ها تو فکر باشید برنامه تمرینی بگیرید از امیر کیش بدنا خوب باشه. همونجا رکابی کاپشن آنتن نمیده. من با اون شورت برات گرفته بودم با هم هفتی بود. تلاش آقایی رو میشه استفاده کرد. آقا کلا گفتگوی خوبی بود، دوستانه بود. اگه طول کشید ببخشید. بعد دارم نه حالا همه عروسکا آپشن داشت اصلا این میبینی میذاری رو چشش دلی اینجوری وای نیست. اونم شبش میدونی به من باید محمد میدونی کدوم باید به من میدادن؟ اون دیگه راضی باش دیگه هر چی رو دادی راضی باش. باید راضی راضی گریه میکنی من بگم اون بودش معلوم نبود حسین. بعد خاطر انگیز حسین دفعه اینجوری تعریف میکرد، دفعه میرفت تو مهران مدیری یهو میومد یهو پشت میکرد اصلا داستان عوض میشد. خنده وارد توی اینجوری کرد. چی میگفتن؟ آره استوب میشد. حسین قیافه اینوری با اومدی. آقا این از این دوستانی که یوتیوب حالا گرفتید پایانش چی میگیم؟ علی جان چی بگیم تهش رو؟ کانال ما رو سابسکرایب آفرین قشنگ گفت. اول از همه پول داشتیم و داشتش. آفرین این قشنگ بود. همین رو میگم. آقا تیکه کلام آخر کلیپ ما دوست راجع به این جمله جنگ کردیم. نه روز تیم نه انا رو میشه بلند بشه.
آقا آخر موضوع هم اینه ایشون نباشید تو اون عروسکای رابطتون، تو خونت هم میاد ایشونو نکنید تو دهن رابطتون، انقدر از ایشون نزنید به هم دیگه. گوش کن، اونو من میبرم. آره انقدر از این تو رابطتون نیارید، نریزید، نپاشید. اول پولدار شید بعد عاشق. داستان پایان یافت، حکایت پابرجاست. چی گفت؟ حکایت هنوز باقی است. به پایان رسید این دفتر، حکایت همچنان باقی است. سابسکرایب کنید، تو کلیپ های بعدیمون دوست داشتید کامنت بذارید، دعوت بشید و اینکه میگم بچه ها گشنن. آقا بدرود، دست همگی درد نکنه. یه دقیقه خب بچه ها علی عکس